اول من یه کاری دارم بابایی، بعد میبرمت گرده. خب بابا جون. بابا جون تو از همه دنیا قوی تری. آره بابایی، من قوی ترین مرد دنیا. آخ جون بابای من از همه دنیا قوی. کیه؟ بابا منم. ناصر گراکی. توی که باز، تو که ترک کرده بودی. تو ترک بودم، این کلاسای MA رو رفته بودم ولی لغزش کردم، نوکرتم. الانم دارم میمیرم، دستام جون نداره، به دادم برس. یه کمی چوب خطت پره، اول باز حسابتو صاف کنی. مارتی که فکر کردی من رو گنج نشستم. خب تفلیوس راست میگه دیگه، مایتینه نداری؟ جمع کن برو ترک کن، جنس نداری. دیگه از کراک مفت خبری نیست. غلامتم آقا فری، پولتو بهت میدم، اما الان که نبری میدم. منو جای این بچه ضایع نکن. بس دیگه بابا شاپور، قیافه این شیپیش داره حالمو به هم میزنه. یه جوری دست به سرش کن رو بره. چشم برش کن. دست رو من بلند نشه. به جون این بچه کسی نمیتونست بهم بگه. حالا هم که حرفی نزدم، فقط همین یه دفعه. دیگه این رو پیدات نشا. موج اینکی بوده، اینقدر اذیت کردم و چرا جلوش وای نستاد. الان خودم در به داغونشون میکنم. اگه راست میگید در باز کنید، اگه بعدی بیاید با من طرف بشید، باز کنید. برشون کن، بیا خودم حسابشون رو میرسم. ای خدا